به نظر شما آیا نویسندگان سریال سیمپسون ها قادرند در زمان سفر کنند یا نسبتی با نوستراداموس دارند؟ این انیمیشن پرطرفدار همیشه بینندگانش را با پیشگویی های وهم‌آوری که سالها بعد به حقیقت میپیوندد غافلگیر میکند. قبل از دیدن این ویدیو دکمه لایک رو بزنید و در کانال سابسکرایب کنید. پیشگویی ویروس کرونا. در کارتون سیمپسون ها دو نفر در حال مکالمه با هم هستند که ناگهان یکی از کارکنان عطسه میکنند. از دهان او یک ویروس بیرون میآید. آنها ویروس را درون جعبه ها قرار میدهند. وقتی آن جعبه ها به سطح مردم شهر میرسد همه دچار آن ویروس میشوند و ویروس در سراسر شهر پخش میشود. سانسور مجسمه میکل آنج. وقتی زنجیره از اتفاقات ناخوشایند ساکنان اسپرینگفیلد را به درخواست سانسور مجسمه میکل آنج سوق میدهد. مارج درس مهمی در مورد سانسور میآموزد. این اثر هنری کلاسیک به طرز خنده‌داری با یک شلوار جین پوشانده می شود تا برای جامعه خشمگینی که برهنگی را تحمل نمی کنند قابل قبول تر شود. در سال 2016 یک کپی از مجسمه به نمایش گذاشته شده در سن پترزبورگ جنجال برانگیخت و موجب شد شهروندان درخواست دهند تا مجسمه را بپوشانند. ادغام دو کمپانی دیزنی و فاکس. در سال 1998 در قسمت وقتی آرزویت را به یک ستاره میگویی هومر با الک بالدوین و کیم بسینجر آشنا شد و تصمیم گرفت برای آنها کار کند. هومر در طی تماس تلفنی خود با مدیران فاکس قرن 20 صحنه بعدی اپیزود نشان داد که کمپانی فاکس قرن 20 اکنون متعلق به والت دیزنی است. این صحنه به عنوان یکی از عجیب‌ترین پیشگویی سیمپسون ها شناخته می شود، چرا که در مارس 2019 والت دیزنی از ادغام و عقد قرارداد 71 میلیارد دلاری با قرن 21 فاکس خبر داد. ریاست جمهوری ترامپ. اپیزود بارت در آینده در سال 2000 به نمایش درآمد، جایی که بارت سیمپسون آینده خود و خواهرش را دید. رهبر این کشور لیزا سیمپسون بود. لیزا اشاره کرد که پس از ریاست جمهوری دونالد ترامپ ایالات متحده وظیفه اصلاح اقتصاد را بر عهده داشت. ترامپ نه تنها در سال 2016 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد که یک صحنه از این سریال به نظر می رسید که تقریباً در زندگی واقعی تکرار شده است. در همان قسمت جمعیتی از مردم شاهد پایین آمدن دونالد ترامپ از پله برقی بودند. صحنه‌ای که اکنون در میان 17 پیشگویی سیمپسون ها قرار دارد که به حقیقت پیوست. اولین نمایش ماتریکس 4. این پیشگویی سیمپسون ها در قسمت زیف که برای شام آمد در سال 2004 ممکن است نادیده گرفته شده باشد. در ابتدای اپیزود پشت هومر سیمپسون پوستر فیلمی وجود دارد که روی آن نوشته شده یک کریسمس ماتریکسی به زودی. این تصویر نئو با بازی کیانو ریورز را با یک کلاه کریسمس نشان می‌دهد. تا سال 2021 بود که فیلم دیستوپیایی بعدی در فرانچایز ماتریکس اکران شد. انقلاب‌های ماتریکس در 22 دسامبر 2021 در آمریکا منتشر شد، در حالی که نئو در جلو و مرکز پوستر بود و تنها کلاه کریسمس بر سر نداشت. نقص دستگاه‌های رأی‌گیری. در سال 2008 در یکی از اپیزودهای فصل 20 کارتون سیمپسون ها هومر را میبینیم که سعی دارد در انتخابات عمومی ایالات متحده به باراک اوباما رأی دهد، اما دستگاه رأیگیری معیوب رأی او را تغییر میدهد. 4 سال بعد پس از آنکه یک دستگاه رأیگیری در پنسیلوانیا بسیاری از آرای مأخوذه برای اوباما را به حساب رقیب جمهوری خواهش میت رامنی به ثبت میرساند، مقامات ناچار به برداشتن آن شدند. پیچش داستانی بزرگ دنریس تارگین در سریال بازی تاج و تخت. در اپیزود ماقبل آخر فصل 8 و پایانی سریال بازی تاج و تخت که سال گذشته منتشر شد، دنریس تارگین با سوزاندن شهر از قبل تسلیم شده. کینگز لندینگ توسط اژدهایان خود و کشتن هزاران نفر از ساکنان شهر مخاطبان سریال را در شوک فرو برد که به نقد سریال بازی تاج و تخت از جنبه‌های مختلف پرداخت. هومر اژدهایی را به زندگی باز می‌گرداند که در ادامه یک روستا را به خاکستر تبدیل می کند. ساعت‌های هوشمند. در اپیزود عروسی لیزا لحظه کوتاهی را نشان می دهد که هیو با ساعت خود صحبت می کند و ظهور ساعت‌های هوشمند را تقریباً 2 دهه قبل از معرفی اولین ساعت به جهان پیشگویی می کند. این یک لحظه گذراست که در آن زمان معنای زیادی نداشت، اما فناوری‌های کلیدی مانند ساعت‌های دیجیتال با تشخیص صدا را نشان داد. خیلی ممنون که
تا انتهای این ویدیو ما رو همراهی کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد میتونید لایک و سابسکرایب کنید. خوشحال میشم که نظراتتون رو در قسمت کامنت های ویدیو برای بنده بنویسید. شما چه فکر میکنید؟